بسم الله الرحمن الرحیم. لا یحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کریم. تندرستان را نباشد درد ریش، جز به همدردی نگویم درد خویش. گفتن از زنبور بی حاصل بود، با یکی در عمر خود ناخورده نیش. سوز من با دیگری نسبت مکن، او نمک بر دست و من بر عضو خویش. سعدی. من بهمن رضاخانی 76 ساله که علالقاعده در آخرهای عمر به سر میبرم، بر آنم که به طور مختصر دروغ‌های آقای جلال الدین فارسی، قاتل شادروان محمد رضا رضاخانی و بی‌توجهی‌ها و تخلفات قوه قضائیه و نادیده گرفتن قانون را در پرونده مستند به پرونده قتل بیان نمایم. ابتدا دروغ‌های آقای فارسی. 1. آقای فارسی میگوید با ضربه بیل مهاجم، به قول فارسی که به مقتول میگفت مهاجم، بر روی زمین افتادم و تیرش سوم شلیک شد. بازپرس پرونده آقای اللهیاری میگوید چگونه تفنگ افتاده بر روی زمین وقتی شلیک کند تیر به شکم آدم ایستاده میخورد. شما خود گفته اید معلم چریکا بوده اید و کارشناس و اسلحه شناس. در این مرحله فارسی میگوید حق با شماست، من تحلیل عقلی کردم. این کدام عقل است؟ من در حیرتم. 2. فارسی به بازپرس میگوید بینیم با ضربه بیل خونی شده و خونی که بر روی بیل ریخته از خون من است. این دروغ در چند مرحله کشف شد. الف. شکارچیانی که در بین راه فارسی را در حال فرار دیده بودند و به او گفته بودند که بیا با هم برویم و مصدوم را به درمانگاه ببریم، شهادت داده بودند که وقتی به طرف ده میرفت بینی او خونی نبوده. ب. بهمن رضاخانی که قاتل را در حال فرار دستگیر کرده بود در اولین روز بازجویی گفته بود که قاتل را با کتککاری سوار ماشین کرده و آورده است. جیم. بازپرس طالقان بعد از ادعای فارسی میگوید هیچ آثار ظاهری جرح بر بینی شما دیده نمی شود و برای جلوگیری از هر گونه ادعای بعدی جناب قاتل را به پزشک قانونی و بیل را برای تعیین نوع گروه خون به آزمایشگاه میفرستد. دال. معاینه پزشک قانونی از بینی او حکایت دارد که خون بینی او با ضربه بیل یا دسته بیل جاری نشده، حداکثر ضربه خفیفی خورده و دستکاری شده است. هر دو درست بوده، زیرا بهمن رضاخانی هنگام دستگیری قاتل به بینی او مشت زده، لذا بینی او خونی شده. ه. آزمایشگاه مشخص نمود خون روی بیل از نوع او بوده که متعلق به مقتول و گروه خونی قاتل از نوع ب می باشد. 3. در اولین مرحله بازجویی که قاتل ممنوع الملاقات بود، با احترام نسبت به مقتول و برادرش برخورد کرده و گفته نه مقتول را می شناختم و نه شخص محترمی که بعداً متوجه شدم برادر مقتول است. 4. قاتل در مراحل بازجویی میگوید من منطقه را می شناختم و بارها برای شکار و گردش به اونجا رفته بودم و باز در جایی از پرونده گفته بود که اون مرحوم یکی از آرامترین از 7 برادر بوده است، ولی در دادگاه سوم در حالی که از نتیجه رأی اطمینان داشت با ذکر قسم جلاله گفت مقتول محضور الدم بود و اگر رسول الله هم بود غیر از این که من کردم نمی کرد. 5. پس از رفع ممنوعیت ملاقات و دیدار با اقوام و دیگران، نامه مفصلی به دادستان می نویسد که توطئه قتل من در بین بوده و برادر مقتول که سابقه ضد انقلابی دارد توطئه چیده که به وسیله برادرش مرا به قتل برساند
و تقاضا می‌کند که پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شود و میگوید من برای اولین بار به اون منطقه رفتم و اونجا رو نمیشناختم. یادتون هست که قبلا گفته بود چند بار برای گرد شکار اونجا رفته بودم. که با اظهار نظر آقای اللهیاری در نحوه انتقال مقتول به درمانگاه و سایر قرائن مشخص می شود که توطئه در بین نبوده و مراحل بازجویی و سپس ادامه اون در دادگاه عمومی انجام می شود. 6. در بین راه یکی از شکارچیان از آقای فارسی می خواهد که بیا با ماشین ما برویم مجروح را به بهداری ببریم. فارسی قبول نمی کند ولی در بازجویی می گوید از شکارچی برای بردن مجروح به بهداری کمک خواستم، اجابت نکرد. 7. شاهدان گفتند مقتول نتوانسته بیل به قاتل بزند ولی قاتل می گوید با ضربه بیل به زمین افتادم. البته در حکم هر سه دادگاه نخوردن بیل به قاتل تایید شده. 8. فارسی میگوید تفنگ در حال افتادن به خودی خود شلیک شده و چون با سؤال معقول آقای اللهیاری جانشین بازپرس طالقان که انصافاً هم شجاع و هم در کار خود تسلط و کافی داشت مواجه می شود که گفته شما به اظهار خودتان در لبنان معلم چریکا بودید، چگونه ممکن است تیر شلیک شده از تفنگ بر روی زمین به پهلوی آدم ایستاده بخورد؟ جناب قاتل از دروغسازی‌های خود عدول کرده و میگوید حق با شماست. در اون حالت همون واکنش جانوری که در انسان برای گریز و دفاع است 2 تیر به خاک شلیک کردم و تیر سوم به خودی خود شلیک شده و اکنون نمی شود در مورد گذشته صحبت کرد. 9. جناب قاتل ابتدا در جای شلیک تیر سوم را به اراده انکار می کند، یعنی در دادگاه اول و دوم، و در جای دیگر شلیک تیر سوم را به عنوان دفاع مشروع قلمداد می کند، یعنی در دادگاه سوم، و اون را در حدود تقوا و انجام تکلیف دفاع معقول و مشروع می داند. اما اگر به عنوان دفاع مشروع زده‌ای با کتاب تحریل الوسیله که با افتخار به رخ بازپرس کشیدی که از مقاماتی و با آنان نزدیکی و آن را ترجمه کرده‌ای مغایرت دارد. جناب قاتل، مدعی مسلمانی بهتر نبود به جای پناه بردن به غیر خدا به خدا پناه می بردی و به خانواده مقتول مراجعه و با تسلیت و عذرخواهی لااقل از بار گناهانت می‌خواستی. هم آقای حاج صادق طباطبایی قاضی طباطبایی قبل از دادگاه پیشنهاد کرده بود و هم برادر مقتول در مصاحبه در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 31/6/72 گفته بود حاضرند بگذرند اگر تو حقیقت را بگویی و با اون که بیان حقیقت شرط نمی‌خواهد آنان حاضرند اول سند رسمی گذشت را امضا کنند و بعد شما بیان حقیقت را امضا کنی. ای قاتل بیچاره، گمان میکنی که زنده مانده ای، اما هر جا نام تو میآید کار ننگت تداعی شده و مردم به تو لعن میفرستند. مرحله دوم مواردی از بی‌توجهی‌ها و تخلفات قوه قضاییه در پرونده قتل مرحوم رضاخانی که به وسیله قاتل یعنی جلال الدین فارسی در دنبلید طالقان به وقوع پیوست. 1. آقای جلال الدین فارسی با 2 تفنگ، یکی کالیبر 12 5 تیر پران و یکی کولت، هر دو بدون پروانه مجاز برای شکار رفته بود که با 5 تیر پران اقدام به قتل کرد و موضوع اسلحه‌های بدون پروانه در دادگاه ها مطرح نشد. توجه برادران، توجه، در ایران اگر کسی با داشتن گواهی نامه رانندگی تصادف منجر به قتل نماید شبه عمد محسوب می شود و اگر مشابه همون به رانندگی شخصی بدون گواهی نامه انجام شود مجازات او
الف، ماشین برای کشتار درست نشده ولی اگر راننده بدون پروانه تصادف منجر به قتل کرد، قتل با تشدید مجازات است. ب، تفنگ برای جنگ و نهایتاً کشتن است، نه مانند ماشین که برای کشتار درست نشده ولی ممکن است به ترتیبی برای کشتن هم به کار رود. حال اگر به شرط اون که جلال الدین فارسی نباشد با تفنگ بدون پروانه معتبر اقدام به قتل کرده بود، با او به همین نحو رفتار می‌کردند. 2، 3 نفر، 1 نفر دندانپزشک، 1 نفر قاضی و 1 نفر از علاقمندان آقای فارسی که هر سه افتخار شاگردی او را داشتند، قبل از دادگاه بنا بود در کرج انجام شود، به بنده یعنی بهمن رضاخانی برادر مقتول و آقای دکتر حاجی اکبر ذوقی پدر همسر مقتول برای مصالحه مراجعه نمودند. با توجه به اوضاع و احوال حاکم ما قبول کردیم که گذشت نماییم با این شروط: الف، آقای فارسی حقیقت ماجرا را از زمان برخورد با مقتول تا وقتی که تحویل مقامات انتظامی شده بگوید. ب، دیگر به ده ما نیاید. جیم، در عزا و عروسی اهل ده ما شرکت نکند. فارسی همسر دوم از اهالی محل ما بود و این شرایط در روزنامه جمهوری اسلامی 31/6/72 هم در مصاحبه اعلام شده است. و گفتیم با اون که بیان حقیقت شرط نمیخواهد، وظیفه هر انسانی است که حقیقت را بگوید. برای اینکه فارسی گمان نکند ما خودعه به کاربرد میبریم، ما حاضریم در یک سند رسمی حقیقت ماجرا قید شود، اولیاء دم اول امضا کنند و بعد جناب قاتل امضا کنند. آقایان میانجی‌ها با خوشحالی رفتند. چند روز بعد به ما اطلاع دادند که آقای فارسی شرط 2 و 3 را پذیرفته ولی در مورد شرط اول گفته هم حرفم را عوض نمی کنم، زیرا دنیا مرا می شناسد، با تعویض حرفم آبرویم در دنیا می رود. بیچاره گمان می کند حالا در دنیا هم آبرویی دارد. ما هم قبول نکردیم. بعداً در مراجعه به حجت الاسلام کریمی رئیس دادگستری وقت کرج که آدم منصفی هم بود، متوجه شدیم که همون 3 نفر که به ما مراجعه کرده بودند به رئیس شعبه 1 کیفری کرج که روحانی سید و اهل علمود بود مراجعه و در گفتگوها در میابند که حکم ایشان قصاص خواهد بود. لذا با موافقت رئیس دیوان عالی وقت کشور آقای مقتدایی ترتیب احاله به تهران را داده و به شعبه 145 کیفری ارجاع و قاتل را برخلاف نص صریح قانون آزاد می کنند. وقتی در دادگاه علنی وکیل اولیاء دم آقای زین العابدین زاخری که به حق با سواد، منصف، شجاع و با تدبیر بود به آزاد شدن قاتل اعتراض کرد، آقای عروجی گفت من قانون برایم ملاک نیست. علاوه بر اینکه خود مجتهدم احتیاطاً به فتوای علما هم مراجعه کردم و نه فقط عذرخواهی نکرد بلکه عمل خلاف قانونش را توجیه کرد. البته وکیل ما گفت شما باید طبق قانون عمل کنید و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد باید به فتوا مراجعه کنید و در این مورد عمل شما خلاف قانون است، ولی کسی گوش نکرد. 3. بجاست از شهامت آقای حمید محمدی نماینده دادستان پرونده قدردانی شود که در حد امکان در تمامی مراحل بی‌طرفانه عمل کرد. 4. حکم دادگاه 145 به عنوان شبه عمد صادر شد که اگر اعتراض نماینده دادستان یعنی اگر آقای حمید محمدی نبود ما هم کاری نمیتوانستیم بکنیم. با اعتراض ایشان و متعاقباً اعتراض آقای زاخری پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت که نقض شد و سپس برای رسیدگی به شعبه 7 دادگاه به ریاست آقای سیفی ارجاع شد. 5. تغییر حکم در شعبه 145 که با اون مقدمه باید حکم قصاص صادر می شد
و نیز استنباط وکیل اولیاء دم به مورد فوق که در اعتراض به اون اعلام شد محرز است. 6. آقای سیفی اون مرد مردان با شهامت با اون که در فشار بود حکم قصاص صادر کرد. 7. علالقاعده و بر طبق روال پرونده باید به همون شعبه که رأی را نقض کرده بود یعنی شعبه 11 ارجاع می شد، ولی به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع شد که مورد اعتراض وکیل قرار گرفت. خبرنگاری از آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه وقت پرسیده بود چرا پرونده به همون شعبه 11 طبق روال ارجاع نشده. ایشان گفته بودند برای جلوگیری از تبانی. آقای زاخری در دادگاه ضمن بیان مطلب فوق گفتند که تبانی از باب تفاعل است، یعنی دو طرفه. طرف ثابت این موضوع قوه قضاییه است، طرف دوم یا اولیاء دم و وکیل اونها هستند یا متهم و وکیلش. ما اولیاء دم و من وکیل اولیاء دم تبانی نکرده ایم، لطفاً وضع را روشن نمایید. رئیس دادگاه موضوع را انکار کرد که آقای زاخری بلافاصله روزنامه اطلاعات که مصاحبه خبرنگار با آیت الله یزدی بود را ارائه داد. رئیس دادگاه پاسخ را به جلسه بعد موکول کرد و بعد گفتند اشتباه در تعبیر بوده و تبانی در بین نیست. ولی بعد از صدور حکم قصاص که به شعبه نقض کننده ارجاع نشد، حکم به دادگاه سوم که خطئی بود یعنی همون شعبه 31 نقض کننده حکم ارجاع شد. آیا این مرحله دوم تبانی نیست؟ چگونه است که حکم دادگاه دوم که قصاص بود را به شعبه نقض کننده نفرستادند ولی حکم غیر قصاص را به همون شعبه نقض کننده قصاص فرستادند؟ به هر حال پرونده است که برای یک واقعه 3 حکم صادر شده. دادگاه اول به ریاست حجت الاسلام عروجی شبه عمد، دادگاه دوم به ریاست آقای حسن سیفی قصاص، دادگاه سوم به ریاست حجت الاسلام شریفی خطئی. تخلف بارز دیگر در ویرانه قوه قضاییه یاد کردن قسم به وسیله قاتل است. قسامه شرایطی در قانون دارد که فقط به وسیله اولیاء دم در صورت ضرورت باید انجام شود که در این پرونده اصلا مصداق نداشت، ولی به وسیله قاتل قسامه صورت گرفت. فقط در یک مورد قاتل در تاریخ قضایی ایران قسم یاد کرده، اون هم در مورد جلال الدین فارسی. شاید یک دلیلش ایرانی الاصل نبودنش بوده. کدام قاتل است که حاضر نباشد قسم یاد کند که به قصد کشتن نزده؟ توجه فرمایید، قاتلی که دروغ‌های شاخداری در پرونده به شرحی که بیان شد ایراد فرمودند. 9. تعارض دیگر که به وسیله دادگاه سوم مورد توجه قرار نگرفت، قاتل در بازجویی‌ها گفته بود بدون اراده او تفنگ افتاده بر روی زمین به مقتول اصابت کرده و در بازپرسی‌ها گفته مقتول را نمی‌شناخته و او را آرامترین از 7 برادر می‌دانسته. اما در دادگاه سوم شلیک تیر سوم را به عنوان دفاع مشروع اعلام کرده، یعنی با اراده شلیک کرده و گفته مقتول محضور الدم بود. اگر رسول الله هم بود همین را میکرد که من کردم. جناب قاتل خود را در حد رسول الله میداند یا رسول الله را نعوذ بالله چنین دروغگو میپندارد؟ قاتل خودش باید جواب دهد. البته من نمیدانم مرحوم مقتول که در مهر سال 71 زیر خروارها خاک رفته چه عملی تا سال 74 در زیر خاک انجام داده که از فرد آرام و معقول به قول آقای فارسی در سال 71 به محضور الدم بدل شده. یا للعجب.
راستی اگر به جای رضاخانی در این ماجرا آقای فارسی کشته میشد، پرونده به همین نحو سپری میگردید یا شعار وا شهیدا وا اسلاما سر میدادند و نفراتی از خانواده های ذوقی و رضاخانی را قصاص و اعدام و زندانی میکردند. از اینکه وقت صرف کرده و به عرایض من توجه نمودید متشکرم. امیدوارم بتوانم از جزئیات پرونده هم در برنامه دیگری مردم حق طلب را مطلع نمایم. به هر حال خدا عادل است و روز پاسخگویی فرا خواهد رسید.